تخلص خاکسار از کجا آمد؟ خاکسار در رشته شیرخان قندوز ما مکتب خواندیم. بسیار. صنف 4 مکتب بودیم. صنف 4 مکتب بودم ما. گوشه صنف رشته کرده بود در رنگمال که یادگار عبدالخالق خاکسار. خب بسیار. یادگار عبدالخالق خاکسار. این خاکسار در مغز من در صنف 4 این در مغز من حک شد. از شما نامتان نزدیکی با امو داشت که عبدالحمد خاکسار بود و عبدالخالق خاکسار. اینمی حک شد در مغز من. وقتی که در مغز من حک شد اینمو بود که من ابی یک همسین فیلم بود، خدا ببخشش، خداوند غریق رحمت بسازش، به نام احمد خان مزین. بسیار. مزین